ممنون، عالی همه چی. با فاصله سریع‌تر حرکت کنید تا دوباره؟ آره یه خود سرعت میگیره. تو سر پایین خودم دارم بلسیم که خیلی محکم نره. خیلی داری یواش میره. وای که خدا کوسه رو میشنوم برام خیلی خنده داره. ترمز نگیر بذار بره. خب جلوییت به گدافه کار میزنه. کوسر بکشید دیگه. اینجوری؟ کله بشید الان یاد گرفتم. آسمونش خوشگله. دریای خزر دریا نیست بلکه زیبا هم نیست. با عرض تأسف و معذرت‌خواهی از تمام شمالی‌ها ولی واقعا هیچ چیزه این آب از نظر من اون زیبایی خلیج فارس وای چقدر آدم عجب یک شب به ساعت عجب این شب به ساعت غم شد دفم پوست بدرم نپا حسر از خیلی بهتون نزدیکم. صدای منو میشنوین؟ خب خدا رو شکر صدا میشنوین؟ فیلمتون اذیت میشه؟ خدا رو شکر چه جای خوبی. خب بگم که شما دارین این ولاگ رو از زبان کسی که بار اولش میاد شمال میبینید.
واقعا حالم خوبه، خدا رو شکر میکنم که این فرصت رو داشتم که بیام. اگرچه که از اینکه امیر حسین با هم نیست خیلی دلم میگیره همش، ولی واقعا فرصت بودن توی یه همچین جاهایی رو نباید از دست داد. یعنی دوتا فاز مختلفه به نظر من که نباید جلوی همدیگر رو بگیره. یعنی اینکه من بمونم شیراز که مثلا حالا پیش امیر حسین باشم، من از فرصت دیدن چیزایی که تجربه نکردم محروم میکنه و خب ترجیح دادم که بیام تنها و به هر حال سفر آدم رو غنی‌تر میکنه. پرواز کردم. خدا شکر داره، خیلی بهم خوش میگذره. واقعا تجربه‌ای که دارم جمع میکنم دوست دارم خیلی عمیق‌تر از دیدن سبزی و مراتع و کلبه و صدای آب باشه. هیچ عکس و فیلمی که این چیزی که اینجا قابل حس کردن هست رو که خب قاعدتاً ثبت نمیکنه. بنابراین تصمیمم اینه که برای اینکه خاطره انگیزتر بشه و تا مدت ها این تصاویر توی ذهنم بمونه، اینه که یکم تمرکز کنم، دراز بکشم، صداها رو عمیق‌تر بشنوم، کلبه ها رو با جزئیات بیشتری تو ذهنم ثبت کنم که توی ناخودآگاه هم عمیق‌تر بمونه. حال می‌کنی؟ بله. کوثر کجا میری؟ برو منم میام. تو لباس خیلی خوبه. بیا بیا. رسیدم. کلی راه اومدم برسم به این کلبه. خیلی فاز خوبی داره. خدای شکرت. نمیدونم چرا کلبه ها
استراکچر چوبیش موربه. حتما یه دلیل سازه‌ای داره نه؟ ببین یه چیزی که هست، عکس و فیلم های شمالو که میبینیم، خود من تا حالا زیاد نشده تحت تاثیر حالا خاص‌ترین عکس ها هم قرار بگیرم. چرا؟ چون واقعا عکس نمیرسونه اون چیزی که حس میشه، هیچ عکسی نمیتونه برسونه. بچه‌ها به نظرتون این سوراخه چیه؟ ببری، پلنگی، چیزی ناید بخورد اینو که البته من راضیم. خیلی حس خوبی دارم خدا، و این حسو بار اوله که تجربه میکنم تو ایران. حسای خیلی عجیب غریب و خیلی نابو داشتم از طبیعت که همینجوری تو گوشه ذهنم دیلینگ دیلینگ میکنه، دوباره صدام میزنه که بیا. ولی توی ایران و اصلا بار اول میام شمال، همیشه برام عجیب بود چرا من شمال نیومدم تا حالا. واقعا برام عجیبه، خیلی بده. نه اینکه حالا بگم حسرت میخورم که چرا زودتر نیومدم، قطعاً تو این سن و سال که میای همچین جای خاصی بیشتر تو ذهنت میمونه. مثلا ما بچه که بودیم همش مامانم تو مسافرت خواهش میکرد که نخوابید تو ماشین، نگاه کنید اینا تو ذهنتون میمونه، بزرگ میشین. ولی خب واقعیتش اینه که وقتی بچه هستی، نمیدونم، شاید چیزایی که تو بزرگسالی میتونی حس کنی، اون چیزی که مامانم اون موقع حس میکرد و لذت میبرد و ما حس نمیکردیم. ولی الان خدا رو شکر که اگرچه دیر، بالاخره منم خودم رو رسوندم به شمال، ولی فکر کنم یکم برای درک اینجور صحنه ها عاقل تر شدم، میتونم عمیق تر درکشون کنم. با فرشته بقیه رو گذاشتیم و اومدیم. نمیدونم چرا، ولی همش دوست دارم تنها باشم. حالا نهایتش فرشته و کوثر اطرافم باشن که میتونی بهشون بگی حس گوش کنم. خیلی خوبه، خدای شکرت. همین الان آرزو میکنم که توی همین 3-4 ماه باقی مونده نیمه اول سال تا شهریور یه شمال دیگه هم بیام. حالا دوست داشتم بندر ترکمن برم که میگن بندر ترکمن رو باید با یه گروه دیگه برم، یعنی من باید با پرواز بیام تهران و از تهران با اون گروه دیگه برم بندر ترکمن. شاید همین کارش کنم. بازار جنبن دل جان جان، سیم برو دل برو ذوق دیدار، جنبن دل های جان جان، تا ایم خون فترکتی جلا، پس چر نوسی بتن مگبزن، دور بوم لکت کفتی گلا، پس چر نوسی تر بتنم گبزن، شب در چی میره چا کنم، بردگم توش که یوا کنم، روز دینم دیچم پاچه کلا، باز دینی بوم لالو بلب نتنم لبزن، من تی منستانم تو می منستانی آخر چی بابا بکار که بیمیسو بکار گی ما بدی که بیار هرچی به بس بابا ندارم اگه بگویم بایت دیدار گویم بایت دیدار تا درد من بسیار ساز نقاره جمع بازار افکند مرا لرزشی به دل جان بعدگاه تو و شوق دیدار غیر از این خیالی نباشدم می جانان
از چه یارای صحبت ندارم، با تویی که از دیدنم شبی گلگون، رنگت از رو رود چون شبم دور، راز دلم از پرده که یفکنم بیرون، شب کنم مهد و پیمان که فردا با تو گویم بسی درد دلها، بر دهانم نگاهت همه روز گردم اون زمان لالو به لب نزنم لبها، من که مثل تو و تو به مثل منی، بر گوچه می شود کار که می شویم سبک بار کنیم آغاز گفتار، هرچه که پیش آید بر من خوش آید، درد من گویم این بار با خود این عهد پیمان نموده ام بسیار. کنم عهد و پیمان که فردا با تو گویم بسی درد دلها، بر دهانم نگاهت همه روز گردم و زمان لالو به لب نزنم لبها، من که مثل تو و تو به میمیرم برای این جاده. یکی از راههای رسیدن به خدا اینجاست. بله. واقعا فکر نمی‌کردم به جز سگ بتونم حیوان دیگه هم بغل کنم. وای من برای بچگی چون داشتیم و خیلی دوست دارم. قشنگ بچرخون. منم بگیرمش. چجوری؟ آفرین. نفسی میخوره تو صورتم جان. جان مومو نترسی. نظر سمی منم میخوامش. جان. از نزدیک بگیرمش. یه دونه نتون. یکی خوب شد. یکی هم بس. پیش خودت گفتی عجب راهی پیدا کردم نه؟ گیر کردیم از باید به هر حال تولید محتوا کرد. فرشته از این و از این به خدا قیافش خشک بود. لحظه میگرفت. کفش چیکار کنم؟ کفش چی کنیم؟ وای بچه ها خیلی دار بد میاد. مرسی که ایوان شماره یک.
اصلا انقدر از شخصیت خودم خوشم میاد کفشامو کردم تو پلاستیک. تفاهمی. بله. گلوب دامکای گلوب دامکای فقط چای کامران دا چرا کامران چی کرده رشته تمام خوازه آمده توی تازه دم بنا قارچی بار اولمه، حالا احتمالا سمیه دیگه، بار اولمه میبینم. اینم از جنگل های هیرکانی که تو قلب 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 جنگلی. بعد حالا اینی که مثلا خرس باشه و اینا نه نیست. خرس که آخرای تابستون هست که غذا براش تو جنگل ها هست تو اوایل پاییز. این درخت هایی که افتادن روشون قارچه دلیلش چی میتونه باشه؟ تو طبیعت خب اگه جنگل خودشو آتیش بزنه، درخت‌ها خودشون بیفتن، اینا خب چرخه طبیعت و همیشه بوده. اینی که بیان مثلا قطع کنن، اینا آدم هرس میخوره. جان من و جهان من فقط تو هستی. یه خرس بود خوب بودا. راجب عکاسی تو جنگل. تو جنگل باید حتما یه سوژه باشه که بتونی از اون سوژه عکس بگیری و جنگل رو نشون بدی، جنگل رو به رخ بکشی. یعنی که بیستی از انبوهی از درخت ها عکس بگیری، خصوصا با موبایل چیز متفاوت و جالب و اینجوری دیده نمیشه، نمیتونی حس فضا رو انتقال کنی اصلا. برای همین کلا امروز که ما اومدیم جنگل خیلی دست به موبایل نشدیم. میخوام به هر حال یه چیز رو به تصویر بکشم که برای کسی که بیننده این محتوا هست جالب باشه، بتونه مثلا بشونتش به دیدن. حالا یه چیز جالب که میخوام بهتون نشون بدم، ما اول که پیاده شدیم داشتیم راه میرفتیم متوجه مثلا شاخه‌های کوچولو کوچولو شدم. اول من خودم فکر کردم که نهاله، مثلا اومدن نهال کاشتن، ولی الان به شما نشون میدم که ببینید جنگل هیرکانی چطوری خودشو تولید میکنه. خب یه چیز خیلی چیز دیگه علومی طوره، همه میدونن، ولی برای خودم خیلی جالب بود. دوربین رو برمیگردونم بعد توضیح میدم. ببین این درخت ها خب متفاوتن. خب جنگل هیرکانی پر تنوع ترین درخت ها رو تو خودش داره. حالا هر درختی فارغ از نوع تولید مجددش این مدلیه. مثلا این درختی که ما اینجا ایستادیم من نمیدونم چه درختیه، اما زیرش میبینین
تمام این شاخه ها رو میبینین اینجوری اینج کوچولو کوچولو. اینا همش امکان داره در آینده تبدیل به درخت بشه. برای من خیلی جالبه. بعد حالا چی؟ اون آقایی که برامون توضیح میداد اون روز گفت قدیمی ترین فسیل زنده میگم بچه جهانه. قدیمی ترین فسیل زنده جهانه. همینطوری خودش تولید کرده. گفت ما چیز 4 میلیون ساله داریم. از زمان عصر یخبندان به این طرف این درخت‌ها خودشون رو نجات دادن و موندن. اینطوری خودشون رو ادامه میدادن. این نیست که ما درخت 4 میلیون سال داشته باشیم، مثلا درخت چند هزار ساله داشته باشیم. هی به این صورت درخت میشن، بزرگ میشن، بعد بزرگتر میشن، پیر میشن. به علت حالا سیلابی اگر رخ بده ریشه ها فرسوده میشه، میزنه بیرون و شبیه این درختی که افتاده خودش میفته میشه خونه قارچا، زیرش شاید پرنده، موشی، سنجابی، چیزی خونه داشته باشه، نمیدونه. خب داشتم چی میگفتم که آره اینجور جنگل ها خودشو تولید میکنه به صورت این نهال هایی که میبینید. امیدوارم که مشخص باشه. من دوربینو که نگه دارم تمام این شاخه کوچولو رو میبینید. اینا همش در آینده ممکنه که درخت بشه، بزرگ میشه قد همین درخت ها، بعد پیر میشه، فرسوده میشه، میفته، ریشه هاش فرسوده شده دیگه، توی شیب هست، ممکنه با باد یا بارون یا فرسایش خاک ریشهش که ضعیفه خودش میفته. اینطوری همینطوری 4 میلیون سال باقی موندن. حالا چی میشه که جنگل هیرکانی میگن 1/2 از بین رفته؟ به خاطر تخریب برای جاده ها، خانه سازی، زمین خاری، به خاطر اینها از بین رفته. و خب 90% جنگل های هیرکانی، باقی مانده جنگل های هیرکانی توی ایرانه. برای همین جنگل های هیرکانی به اسم ایران ثبت شده. این هم از این. دوست داشتم حالا که قرار جنگل رو بهتون نشون بدم که یک تصویر یک نواختی هست، یه توضیح هم بدم دیگه. توضیح هم که دادم، امیدوارم که اگر جایش اشتباهه ببخشید. اینم از این. خدافظ. عزیزم باید چند کیلومتر راه برن کوچولو بخورن سیرشن. جان کوبونید پیش من کوچولو. وای چه شاخی داره. نم نهار روز دوم. راننده های گروه، تمام این آقایون راننده های گروه هستن. یکی ایستاده هم سفره، ایشونم شاهین لیدرمون. فقط یه ذره سریع بیاین بچه.
صدای موزیک میاد. دوست داشتم یه تجربه سکوت داشته باشم، ولی خب سفر گروهیه، نمیشه به صورت تکی دستورالعمل صادر کرد. رفتیم گوسفند بغل کردم. من بچه بودم از تمام این تجربه ها میترسیدم، گوسفند بغل کنم، دست به گاو بزنم. امروز برای اولین بار تو زندگیم گربه نزدیکی کردم. گربه هم یه بیماری پوستی طوری داشت، ولی خب واقعا چه خوب بود. چقدر دلم گربه میخواد. ببین اینجا همچنان تالشه، ارتفاعات تالش بعد از جنگل خاموش شد. خدای شکرت. امیدوارم روشنش نکنن دیگه. دمدمای رفتنه و فردا راهی شیراز میشیم و یک مسیر طولانی دارم تا شیراز. حدود 18 ساعت تو راهیم. اوکیه دیگه. باید به سفر با اتوبوس عادت کنم. یک جزء جدا نشدنیه. خدای شکرت خیلی بهم خوش گذشت. واقعا چیزایی تجربه کردم که حتی نزدیک بهشم سمت شیراز نمیشد تجربه کرد. حالا نه اینکه نباشه، سمت زاگرس و اینها میریم، ولی خب من شرایطشو ندارم. یعنی با همین تور سفر کردن ها بهترین حالت سفر برای من همینه. منم لیدرشون. آره اینم لیدرمونه. داریم میریم سمت آبشار. البته اینجایی که الان ما اومدیم میشه گاهی وقتا که ابر این همه بیاد پایین که ما توی ابر باشیم، ولی خب ما دیروز تجربه بودن تو ابر و مه داشتیم و اینجا برای من تجربه خاصش این گوسفندایی بود که بغل کردیم و جنگلی که رفتیم و توی این ارتفاع بودن. قشنگ حالات تپه ماننده. بالاترین ارتفاع نیست، ولی خب فکر می‌کنم بالاترین ارتفاعی که میشه ماشین بیاد. فعلا اینم پاپوشه که خیلی کوچیکن. نمیدونم واقعا چرا انقدر کوچیکن. با قیافه بچم یادم رفته بود امیر. جونم مامای. اوی ببینید بیام. مرا پیغام با کی قبل تو یار میمره لکو جان بینم قاری نبود حسد مرا پیغام با کی قبل تو یار میمره
لکو جان بینم غاری نبود تا حساب کی بگفته تو رو کار که بگیفتم بخبر منی تا یاد دیگر همه تی دشمنی دی خیلی که مرا یاد تردی دستی نظر کی بگفت بعد میخوای استفاده کنی تو سرما پروفیل داغش کن. همین کم اولیه رو. فرود نکنی. منو مثل همون روزا با آغوشت بپوشونم توی قلبت هست یه روزی خونه من بود به این زودی نگو دیره به این زودی نگو بدون یه جایی توی قلبت هست یه روزی خونه من بود به این زودی نگو دیره به این زودی نگو بدون